وصیت 44. دعا هنگام وصیت 44. دعا هنگام خواب نمودن. از ابو عماره براء پسر عازب رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ای فلانی، هرگاه به جایگهت در آمدی بگو: بار خدایا، جانم را به تو تسلیم نمودم، رویم را به سوی تو گرداندم، کارم را به تو سپردم، پشتم را به تو پناه دادم، در حالی که به تو رغبت و از تو ترس دارم. نیست پناهگاه و پناه دهنده مگر به سوی توست. به کتابی که نازل نموده‌ای، به پیغمبری که فرستاده‌ای ایمان آورده‌ام. پس اگر همان شب وفات کردی بر فطرت میمیری و اگر صبح خیزی به خیر میخیزی. متفق علیه. از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: شخصی که هنگام برخت خوابش در آمدن 3 بار گوید: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه، خداوند گناهانش را می بخشد اگرچند مثل کف های بحر باشند، اگرچند به عدد برگ های درختان باشد، اگرچند به عدد ریگ های تپه ها باشد، اگرچند به عدد روزهای دنیا باشد. روایت ترمذی. از انس پسر مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: